یو گایز چطورین بچه ها؟ به بازی اگزات 8 یا خروجی 8 خیلی خوش اومدید. حالا توی اپیزود سعی میکنیم بازی رو تموم کنیم که احتمالا نمیشه و من نمیتونم. باید تمرکز زیادی داشته باشیم و خب اینجوریه که شاید به 2 اپیزود بره. تو این بازی سیستم بازی اینجوریه که شما هر چیز آنورمال دیدید برمیگردید، اگه چیز غیر آنورمال ندیدید مستقیم میرین تا برسیم به خروجی 8. الان همینجا مشخصه تو خروجی اولیم و ما اینو در نظر میگیریم خروجی اول همه چیز داخلش نرمال باشه. خیلی هم بازی رو جزئیات توجه کردم، مثلا حتی از این تابلو نو اسموکینگ گرفته تا این دوربینا مدار بسته و شکل و شمایل ساختمون یا این همه این تابلوها تبلیغاتی یا حتی این دوست عزیز که قراره تو این بازی زیاد بهش توجه کنیم و زیاد بره و بیاد، باید بهش دقت کنیم. در نظر داشته باشیم اینجا 2 دریچه ایر کاندیشنر، یه دونه هم تابلو از این ور با متنش، یه سمت هم این وره بکنه. آره 3 در داره، درا بستن دیگه. میگم اینو ما در نظر میگیریم که بیس کارمونه، یعنی همه چی اینجا نرماله. توجه داشته باشیم که متنای درا متفاوته، آره متفاوته و تابلو همچنین احتمال زیاد این هم باشه. تابلو اول یه دونه معرفی فیلم فکر کنم، آره فکر احتمالا میکاپ آرت، تایمش هم 2023 فکر کنم، این در همین حد کافیه. یه جمعه داشت و یک شنبه. این احتمال داره با این جزئیات زیادش زیاد اذیت بشیم به خاطر دیتیلز تابلو. 6 درخت داره و 4 علامت های سوال تعجب بالا سرشونن. 4 این بیل های زردی که مثل زد هستن که حالت گفتگو نشون میدن همینطور و همین احتمالا همین این ترتیب سگا. ترتیب سگا حفظ کنیم میدونم در نظر میگیمش که آره اینجوری هست دیگه. تابلو بعدی هم امیدواریم که خیلی به متنا توجه نکرده باشه، چون اگه به متنا توجه کرده باشه بعد زیادی حواسمون رو جمع بریم. آقا اینو بریم نرمال در نظر بگیریم، همه چی رو میریم تا از این لوپ خارج. بله خب نرمال نبود، آخرش یه چیز نرمال بوده ما ندیدیم، باید ور میگشتیم و ور نگشتیم. بذار اول اینو چک کنیم تو نرمالی. خب یه گوشی دستش رو، یکی به سامسونت. اوکی آقا این دوست عزیزم اوکی. این تابلو آخر چیه؟ نو اسموکینگ، درا بسته اوکی. 1 2 3 دوربینش هم اوکی. تابلو چیز خاصی مد نظرم هم نیست، نه بذار فکر کنم اوکی. نه اوکی آقا حرکت میکنیم انشالله که نه انگار آنورمال زیاد بوده و ما دقت نکردیم هنوز داخل خروجی 0یم. مشتی تو یه چیزی بگو، اینجا همه چی نرماله، بگو. این چیزی که برق نکرده کرده. این تعدادا چیزی عوض میشه نمیشه چجوریه؟ 1 2 3 4 6 درختش هم
نرمال به نظر میاد همه چی. تا الان همش گفتی نرمال به نظر میاد ولی نه، نبوده، یه چیز آنورمالی توشون بوده. در بسته اینا همینطور سالم، سرحال، قبراق. آقا بریم، خیر باشه. خیر نبود بابا دیگه چیا باشه. Don't overlook any abnormal. If you want to turn around. If you want. بابا نیست چیز آنورمال داخلی نیست. نکن الان این آنورماله. برگردیم بریم برگردیم برگردیم برمیگردیم برمیگردیم. What the کاشی دقت کرده بودیم الان هیچی اونجا آنورمال نبود. هیچی آنورمال. ببین اینا فکر کنم این یه راهنمایی بکنه. مثلا این نانبو پارکه یا های اسکول تمپر ناری های هیرا. نمیدونم دقت کنیم، فکر کنم رو تابلو مانور بدیم چک میکنیم. الان اگه این سری آنورمال نبودن تونستیم بریم مرحله بعد، چیزی که نوشته باشه پایینش رو دقت میکنیم که شاید راهنمایی چیزی که و این خیلی خوب. اینو چک کنیم تا میره. آقا اوکی سالم، برو به سلامت. اینجا این چرا روشنه؟ یا نرمال روشن نبود آنورمال. خدا حافظ داداش فرار کن، اینجا نرماله. بله نه این متنا تاثیر نداره. نه پس خبر ببین الان این کجه، الان قاطعا آنورمال و ما کلن همشون کجه. آقا برگرد گوش شهر میاد. خروجی سوم آقا یپی. اینا اوکی سخت و خیلی هم اوکی بذار این سه تا دوربین رو چک کنم خاموشن. حالا بذار چراغی داخلشون نیزه. درا دستگیره اوکی، این دریچه ها اوکی هم. اما اینا ترتیب سگا به نظر که درسته، چیز خاصی به این اضافه نشده فکر کنم. نرماله. این خط پایینم احتمال داره عوض بشه، فکر نمی به نظر تغییر که نکرد. اینم نرماله. آقا از این نگرانم مثلا یه چیز به اضافه شما نبینیم، چون جزئیات داخل این تابلو زیاده و دقت زیادی میخواد. بریم آقا به خیر باش. اینا صافن دیگه. آره اینم صافه، اینم صافه، چیز خاصی دیگه نیست. بریم که انشاءالله رفته باشه خروجی 4. بله آقا 4 تا دیگه داریم تا خروج. سفت بازیو به چسب که رفتیم. بریم
نو اسموکینگ که نورمال. احوال شما خوب هستید؟ همین که ارتباط با اون نداشت سالمه. دوست عزیزمونم سالم بود. دوربینام همینطور. درا رو چک کنیم آقا. این متناش من جا به جا میشه یا نه؟ من فقط همینو میدم، این کوچیک متناش سایز 10 یکسانه. پارک دوست داشتنی چیز به نظر نورمال نمیاد، همه چیزو شو که امیدوارم. داداش اینا همه نورماله داداش. بریم آقا بریم، خدا بزرگه. یا خروجی پنجم یا خروجی اول میشیم 0 دیگه، یکم که نمیشه میشیم 0 که خدا به خیر. پنجم نایس نمیدونم هرچی میجوتر سختتر میشه تشخیصشون یا رندومه. امیدوارم رندوم باشه که دهنمون سرویس نشه. نورمال همه چی راحتی میخوای برسونم، پیاده اذیت نشی یا نمیای. این دوتا چه کنم ببینم چیزی به این اضافه نشده. این اوکی بود، اینم اوکیه، اینم باید چک کنیم. واسه ممکنه اینجا هم اوکیه. بعد لامپا که جاشون سایز دران که 1 اینم فرق نکرده. آقا این نورمال نگاه کن دستگیره رو. برگرد سید که وضعیت خرابه حاجی. داداش فرار کن. اهل خروجی ششم به چسب کارو. چه خبره اینجا؟ نو اسموکینگ نه اوکی این کلا حالتش همینا. فکر نکنم قرار از این به همون پوینتی چیزی برسه. باید از این درا رو تابلو رو بچسبیم کافی. این اوکی. فلشش هم همون سمتی بوده مونده. چراغا همه صاف. خط 4 تا فکر کنم فاصله داشت. میگه 8 از 8. آره این اوکی. ترتیب سگا اوکی. این دوتا جان مادرت اوکی باش. 1 2 3 4 2 4 6. نمیدونم از این تابلو قراره عوض بشه نشه. از این تابلو خیلی با ما میرسه. قفل بالا دستگیره پایین. این دوتا اوکی. بریم بابا. یه حسی به هم میگه نرم. بازم یه حسی میگه نکن. این سمت نباید باشه. برگردم. یا بوده فکر نمیدونم. اعتماد حسم میگه این اوکیه، مثلا یه حسم میگه این اوکی نیست. میریم که بیه. بعد شانس بودم ای برمیگشتم میرفتیم 0. این هم انشالله که خروجی آخر دستی برسانید دوستان. آره ببینین سر جاشه نورماله. آقا خبری نیست.
اشکال نداره. دلم خوش بود شاید این کمک کنه که خودش بنده خدا تو لوپ گیر کرده، تو میچرخه که میچرخه. تابلوها این خط 4 تاست. این دستگیره ها اوکی هم آقا. بریم که خیر. متنه برو آقا. خب آقا اگزت 8 بریم اینو تمومش کنیم و از اینجا خارج شویم و یعنی الان یه اشتباه برمیگردیم به 0. خب بذار ببینم از تو بخاری به ما گرم نمیشه، آبی برام گرم نمیشه، بخار که نه، آبی برام گرم نمیشه آقا. تو همینجور بیا برو دل خوش کنیم ببینم. بذار یه لحظه در این دوتا اوکی هم، سایزی هم اوکی، فلش اوکیه، اینم همینطور. دلم میخواد برم مستقیم، یعنی میدونم به نظر یه چیز غیر نرمال اینجا نیست، ولی ما رو اذیت داره میکنه. چراغا صافن. آره بریم انشالله خدا بزرگه و ما از اینجا خارج شیم. باخ و برگشتیم اول باید برمیگشتیم. غیر نرمال یه چیزی بود و ما ندیدیم. احتمالا ربطی به تابلو داشته که ما دقت نکردیم. آقا من دقت نمیکنم. میریم یا میشیم 1 یا 0 میمونیم که 0 هم موندیم. دوره زجه و بزنیم برگردیم به 8. کار ما رو سخت چته؟ شما چه مشکلت چیه دوست عزیز؟ دره که اوکی، یعنی سایزی هم همشون یه سایز هم توی حقیقت. دریچه هم اوکی هم. دوربینا هم خاموشه. یک قاطعا همش نرمال دیگه. اگه میزد آنورمال و 0 میموندیم بعد بازی میبستم، چون تحمل برگشتن به 0 واقعا نداشتم. تو این همه را ما هم دیدیم تا اینجا، مکالمه که نداره، نگاهمون هم که نبینه، فقط شمارتو بده. خوشتیپ شمارتو بده با کلاس.
خاموش ها، یعنی نمید بابت میچرخه. نمیدانم فکر نکنم در این حد دیگه بخواد سختش کنه. این بازی اصلا همون اولش هم سطح انتخاب کردن نداشت. تو مستقیم رو دیدین که داخل بازی اومدیم. امیدواریم که آنورمال نباش. بعد دیم نرفتیم 2 موندیم 0. الله اعلم چی رو دست دادیم. خوشتیب به هم بگو چی جا غیر معمولیه. خوشتیب وایسا. دره اوکیه همچه نه اینم همه چیزش اوکیه. این دریچه این سمته، این دریچه این سمته، اینم همینطور و این. حالا این عددها این تغییر میکنی یا نه؟ دیگه بخواد عددا تغییر کنه کارمون سخت میشه. ما به خدا همه چی اوکی شد. لامپ تعداد لامپ ها که مهم نیست، این کج و راستش فکر کنم دقیقا کافی. این هم 4 تاست دیگه، 4 تا مونده. بریم ببینیم. یکه بله 1. خب این اوکی. نه بله آقا اینجا کثیفه. دریچه بالا آورده و ما برمیگردیم و به تو هم میگیم آقا فرار کن. Welcome to exit 2. اینجا چه خبر؟ بزنید این از چی کش کنم؟ اوکی. میخوام این همینجور ببینیم بریم دیگه، یا برمیگردیم 0 یا میریم 2 دیگه. خارج از این 2 حالت نداریم. 4 تا سیل لامپ هم صافه. فلش هم برو برویم. برگشتیم 0. ما که ندیدیم چیزیو. قبولم نیست ندیدیم. اینم میگیم بی توجه. میبینیم 0 0 همش 0 مشتی 0 دیگه. بگو اینجا چه خبره. پول دادن دهنشو بستن. بازم 0. شاهکار، یعنی قشنگ 0. نمیدونم چی داریم دست میدیم که این همینجا ما رو گیر انداخته. 1 2 3 4 و اینا چپن. آقا این چپه. برگرد بله آنورمال. دیدین گفتم چپ است.
یا آقا جدی بگین تا رد چیم بریم. تو خوبی دوست عزیز؟ احوال شما؟ گوشی دستته؟ کیفش هم دستش؟ اینا اوکی همه چی اینجا. یه چیزی من یه جایی دیدم که این دندونه لبخند میزنه ممکن اصلا با حالت غمگین یا باشه و این خانومه. این دوتا رو من اینجا دیدم و این بقیه چهارتا رو ندیدم چجوری امکان داره تغییر کنه. دلمونم خوشه که تغییرش یه چیز مشخص و واضحی باشه، مثلا کوچولو نباشه برگردیم صفر، 8 برگردیم صفر. مثلا منظورم خودم 8 برگردیم صفر. آقا لامپا صافه، برو به سلام. 2 خداحافظ. نمیریم داخل. ای خدا، نمیشه مثل مرحله خروج قبلی باشی، مثلا اینقدر زایه آنورمال باشه. چه خبرها خوشگله، بوس بزنم اون کلتو. شاید مرحله بعد راهنمایی کنه اینجوری رازیشو بزنیم. چرا آقا صافن اگزتش هم اوکیه. دوربین و این خروجی ها رو سقف هم اوکیه. دریچه ها آمادن سالم و تمیز. اینا هم ترتیبشون اوکیه، اندازشون یکیه. این هم همینطور. یه آخر هم یه دونه نو اسموکینگ باش که هست. اینجا یه دریچه. میریم که انشالله رفته باشیم برای 4. خدایا شکرت. یس نمیخوای بهم بگی کلتو لیست دادم بهم بگو. نمیگه. آقا پول برنده است. انگار این داداشون قرار نیست وا بده اینجا چه خبر. به اینو اوکن. خب لامپ ها کج نیستن، این دوتا هم نرمالن. سگا ترتیبشون اوکیه. این دوتا من اینو نمیدونم چی بگیر بدم. نگاهشونم یه سمت تاریخ جمعه یک شنبه شم، یه سمت 2023 یکیه. میم اینم اوکی. من عدداش یادم نیست متنش ولی این درسته. فاصله 4 تاست و اینم تابلوه. بریم. از این ترتیب اینا اوکی. اندازه درسته. اینم خاموشه. برو بریم. 5 یس. برو خدا یه چی مشخص باش خواهش میکنم. نیست. نه دوباره باید باز ترس و وحشت. آقا بگو. نمیگی یعنی تو همون کله کچله. متن اوکی. هم 4 تاست. نو اسموکینگ اول داشتیم. بذار من این دوتا رو چک کنم. صدا نیمد. نه این لامپان صافن. دوتا اوکی هم.
ترتیب سگا اوکی. اینجا چه خبره آقا؟ اینجا چه خبره؟ اینجا همه شونو کرد به نظر البته. خب متن سر جاش، اینا رو هم به نظر خاموش میان. دریچه های بالا اوکی. بذار من متن این رو بخونم صافه یا نه. اوکی. سایز درها یکیه، ترتیب قفل و دستگیره یکیه، درها بستند، این هم نکته مهمیه. خط اوکی. بریم خدا به خیر کنه. بریم 6 جان هم دیگه 6 بله 0 داداش خدا وکیلی بیا رشوه بهت میدم بگو چی نورمال. بیا تو گوشم هم دوربین صدا نمیگیره. آها من نمیدونم مثلا الان خب این الان این اوکی مثلا این اوکی ترتیب اوکی. چیز عجیبی به این اضافه نشده. نشده متن یکسانه هنوز. اینجا همینطور. بیا ما میبینی از الکیا میبینی الان هیچی نبود. خب چرا این من بازی رسم میکنم وقتی اذیت میشم؟ مرتضی غالبا بخواد به عشق خودتون همونس باورت نمیشه این بازی من به عشق خودت دست کردم. بیام ببینم اینجا بو کنم اون کلتو که با شامپو تخم مرغی میشوری. اما مرتضی تو اینجا محل بهم ندادی مرتضی. دیگه دیدم مرتضی این خروجی من در میشم میرم و دیگه کسی نیست بیاد پیشه. ما رفتیم مرتضی. Welcome to the one. و آقا مرتضی اومد به نگاه نکن بی پدر مادر نگاه میکنی الان نگاه من از قهرم من برمیگردم اینجوری کلش کج میکنه نگاه میکنم. مرتضی تو سیگما بودی گیگا چت بود نگاه نمید کنه. خب بالاخره مرتضی ریاکشن به ما نشون داد که گفت برگرد. یعنی الان اینجا مرتضی سیگما گونه میره. اینا کن اوکیه. همه چیز عالیه. ما چقدر خوشبختیم. جا مرتضی تا موقعی که من مرتضی باهوش دوستان دوربینا چک میکنن لحظه به لحظه. مرتضی میگه آقا من اگه بهت بگم پرتمون میکنم بیرون از اینجا توی لوپ بدتر گیر. من میگه من نگاه نمیکنم. من هر وقت یه لحظه یه اشاره چشم کوی میندازم که تو آقا چیکار کن بگیر آقا بچاق اینو تو هوا ازش به عنوان چی پوینت آنورمالی اینجا استفاده. مثلا الان اینجا آقا مرتضی جواب نمیده. مرتضی میگه شهرونده داداش دوربین رومه تحت نظر دوتا چش رومه بذار بریم این دوتا رو ببینیم.
خنده رو داشت بکنم. خنده ثابته. درا اندازه یکسان کو بله درا یکسان. بریم آره بریم، ولی من میگم برگردیم. تابلوها زیاد بزرگ نیستن. من برمیم. من میگم تابلوها خیلی بزرگن، خیلی هم بزرگن. اصلا تو تابلو فکر نکنم داشته باشه. اوه یکی اصلا فکر کنم بله تابلو خیلی بزرگ بودن. تابلو دمت گرم مرتضی عشق مایی، مرتضی عزیز مایی، مرتضی دوست دارم. مرتضی نگاه نمی کنم. مرتضی جان عزیز. مرتضی تو روحه. یه بار کلا کمک دادی مرتضی. راه چقدر پول دادم، چقدر اینترنت دادم پای باز. نه یا پدر سگی چی بود؟ چه کوفتی بود؟ اصلا یه لحظه بازی ترسناک نیست. این چیه؟ برک من رفت خدافظ. مرتضی خودتو تنها میذارم آقا. ما رفتیم بریم. بازی داره عجیب میشه. عجیبه داداش، عجیبه بازی هست. این خطاش هم باید همینجوری مثلا امکان داره به چرخه مثلا هر چیزی امکان پذیره. مرتضی جان، مرتضی بوس نمیده. مرتضی گی نیست. مرتضی واسه غلام رضاست، فقط میره. مرتضی نمیاد. مرتضی یه جونم دیگه بود دیگه. هم رو با حرکت کن. حرکت آقا دوتا آنورمال داشت. اگه آنورمال دیگه به نظر نیاد این نرماله. و بریم که بریم برای هفتم. الان میشه صفحه 1 2 3. به خدا اگه تو نقشی داشته باشی تو این آنورمال بودن اینا و من ندیده باشم. آقا مرتضی باگ خورده برمیگرد. مرتضی صورتش لود نشد. رفتیم تو مرتضی اینجا ادامه بده. ما با امید تو قرار اینجا رو بگذرانیم. مرتضی چه ناز مهربونه. دوستش داریم. مرتضی یعنی پس گردن بزنم. بیا نمیاد و اینا همه چی اوکی. چک کن سقف تمیزه یا نه؟ هیچ چیزی نبود. بریم. سقف تمیزه. این دو نو اسموکینگ هم نکنم تغییر کنم. میکنم فوقش کنم مثل اون قسمتی بود که دیدیم تو اگزیت از این نو اسموکینگ کل جا زده بودن. احتمالاً این فقط تنها اتفاقی براشون میفته. این سه تا در بجز باز شدن فکر کنم اتفاق دیگه هم براشون بیفته. تابلوها نگرانم میکنه که ما میگیم بای با رفتیم. 3 آقا نایس. بریم که 5 تا خروجی دیگه خدا
در نیست. آقا می‌بینی مثلا الان این یه در نیست، مثلا امکان داره در نباشه. تا اینجا دو تا اتفاق براشون میافتاد. باز میشه نباشه ها. دستگیرم بود 3 تا. چه خبر؟ همه چیز ردیفه آقا مرتضی. نگاه نمی کنی؟ یه چشمه، یه خند، نه یه ماچ. سرعتش من نمیدونم فاصله اینا فهم میشمردیم. امکان نداره مثلا دوبار روی در اتفاقی بیفته. سخت شد. نمیدونم اصلا قدشون درسته. قدا میگیم اینجا. آها میبینی دوست عزیز، دیدیم تا چشمک زدی گفتی برگرد. آقا دمش گرم. پس اونی پشت دوربینای انسان با شخصیت آقا مرتضی، نه واسه تو گوساله. به ما گفت برگرد آقا مرتضی. شاید اسمش مرتضی نیست، نگاه نمی‌کنم. مثلا اسمش رو صدا بزنیم آقا حسن. آقا حسن نگاه نمی کنه، تو نگاه کن حداقل. آقا حسن نگاه نمی کنه. اینا همه چیزش سخت. یکی اینجا هست برعکس راه میره، مثلا سقف کثیف میکنه، نمیدونم راه میره یا سر بالا میشاشه، هرچی هست. بعد میبینی این بود، این منظورم بود. آقا برگردیم. یا الله ما برگشتیم مرتضی. دوباره ما 6 میاییم، دوباره برمیگردیم 0. خدافظ. خواهش میکنم یه دونه دیگه یه دونه مسخره باشه، همین تو زایه باشه تموم کنم برم. دارم دیمونه میشم. مرتضی نه حسن مرتضی نمیدونم اسمت چیه. داداش بخند داداش، خواهش میکنم داداش. خیلی الان سخته واقعا، یعنی قشنگ من نمیدونم چیکار کنم. یعنی با دقت میریم. خب لامپ ها اوکی، یعنی این موزاییک ها، فاصله، همه چیزشون اوکی. دوربین 1 2 3 4. حالا همینجور بریم و سقف چک کنیم ببینیم کثیفی چیزی نداره. برگرد آقا مرتضی، برگرد. 8. آقا تمام. اونی که آخر وایسیده آنورمال. خدا نگهدار. ما رفتیم بریم. یعنی چی؟ ها؟ مگه بر نگشتیم؟ برمیگردیم مرحله بعد نمیریم. یه حالتی داره. وای اونجا دیدیم ای تموم شد بازی، تموم. گیری کده. 1 2 3 4 تا دوربین، لامپا صاف، نه اوکی. زمین همینقدر کثیف اما سخت باید باشه تمیز. میشه نورمال چیزی نباشه؟ میشه، یعنی میشه نمیشه. در رو باید چک کن. 1 قد و قواره یکسان. متن فلش اوکی.
من میگم آقا چیز آنورمال نیست هست نیست آقا. این دریچه این جلو خدایا نشه صفر. نه یس تموم آقا تموم آزادی. همه اونایی که آنورمال بودن پیدا کردیم. پشما هر چی بود و پیدا کردیم. خب دوستان تایم ویدیو رو بعد ادیت بزنیم. خیلی زیاد شد چون 2-3 باری که دیدین برگشتم و امیدوارم خوشتون اومده باشه. بس تا ویدیو بعدی پیس.